به نام الله بخشاینده و مهربان. در مورد بحث عائلوی سالهای زیاد می شود. چند روز پیش برادری برای من زنگ زد و از من سوال کرد. برادر، در مورد مناسبت زن و شوهر برنامه ها آیا داری؟ و بعضا می شود که در بین زن و شوهری نافهمی ها پیدا می شود. بدترین عمل در نزد الله این ویران شدن عائله است. از کتاب باغ نکوکاران از ایاس ابن عبدالله ابن ابو زباب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کنیزکان الله را یعنی زنان را نزنید. عمر رضی الله عنه خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم آمده گفت که زنان بر شوهرانشان دلیر شدند. همان بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زدنشان اجازت فرمود. سپس زنان بسیار به خانه های زوجه های مطهرات یعنی زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و از شوهرانشان شکایت کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: زنان بسیار به نزد اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم آمده و از شوهرانشان شکایت کردند. بدانید که آنان برگزیدگان شما نیستند، یعنی آنانی که زنانشان را میزنند شخصانی برگزیده و خوب شما به شمار نمی روند. مناسبت نیک از هر دو جانب باید باشد. انشاءالله عائله هر یکی ما سالم و پرقوت و نسل هر یکی ما سالم و با تقوا و با ایمان خواهد بود. از عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود: دنیا همه اش متاع است و بهترین متاع دنیا زنی صالحه است.